الله همه شما را حفظ کند. برادران و خواهران عزیز، الله به همه ما و شما برکت بدهد. الله سبحانه و تعالی را طلب میکنیم که ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم انصر من نصر الدين فاقتل من خذل الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. اللهم يا الله يا الله، توحید ظاهر کن. جوانهای ملت فارس، زن و مردش به زیر توحید بیاور. چنگ زنندگان به لا اله الا الله قرار بده. جوانهای این ملت را الله سبحانه و تعالی از گمراهی، از شبهات اهل بدعت، از ضلالت و از شرک و کفر بیرون بکن. یکتا پرستشان بکن. توحید هر یک دروازه این ملت فارس در تاجیکستان و افغانستان و ایران به هر یک خانواده اینها برسان. الله این مردم یکتا پرست، این مردم اهل توحید، این مردم را اهل قرآن و سنت به فهم سلف این امت زندگی کردن را نصیب بکن. اهل لا اله الا الله بگردان. الله این دعوت ما را، دعوت مبارکه را به هر یک خانواده برسان. این دعوت را باز حمایه کنندهش را زیاد بکن. باز به این دعوت لبیک گوینده ها را زیاد بکن. طالب علمان اهل سنت را که در زیر ظلم هستند الله نجات و کمکشان بده. علمای اهل سنت را الله سبحانه و تعالی حفظشان بکن و نجاتشان بده. الله حق را ظاهر کن، باطل را نابود بکن. اهل حق را عزت بده و اهل باطل را الله خوار و ذلیلشان بکن. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك ارحم الراحمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله باقی مانده صحبت و درس ها فردا است. در پناه الله باشین ان شاء الله.